بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض ادب و احترام در ادامه بحث بهداشت روانی در حوزه سلامتی دختران و زنان به واقعیت وضعیت طبیعی شرایط سلامتی زنان اگر توجهی بکنیم، باید به این مطلب توجه کنیم که خصوصیات طبیعی که از لحاظ جسمی، روحی، روانی برای دختران ما وجود داره، یعنی در دوران رشد خودشون به مسئله به نام بلوغ جنسی برمیخوریم. میخوایم ببینیم که در این حوزه از منظر بهداشت روانی چه مسائلی را از لحاظ آموزشی و از لحاظ نگهداری سلامت چه در حوزه بدن و در حوزه جسم چه نکاتی رو باید مورد توجه و مدقق قرار بدیم. از استاد محترم جناب آقای دکتر حسینی تقاضا داریم که در حوزه بحث دوران عادت ماهیانه دختران که همزمان با بلوغ جسمی و روحی اونها هست، اگر نکات مهمی رو برای سلامتی مد نظر هست فرمایشاتشون بفرمایید استفاده کنید. با سلام و تشکر. بعضی از تظاهرات روانپزشکی رو ما در موقع قاعدگی یا گاهی قبل از قاعدگی، بعد از قاعدگی مشاهده می‌شدیم که یک حالت تحریک پذیری، خستگی و گاهی افسردگی و احساس فشار روانی رو ممکن است که مشاهده بکنیم، یعنی دخترها مشاهده کنند و معمولا این تظاهرات بعد از بروز قاعدگی یا قدری پس از آن فروکش میکنه و پرسشنامه هایی که در این مورد داده شده دیدن که 10% زنان اختلال شدید ضمن قاعدگی مشاهده میشه و تظاهرات خفیفتر در تعداد بیشتری از دختران جلب توجه میکنه که گاهی ممکنه به صورت سردرد، حالت تهوع، احساس گیجی، تپش قلب، تشنگی یا گرسنگی زیاد، پرخوابی و افزایش میل جنسی جلب توجه بکنند. نکته بسیار مهمی که نمیدونم که قبلا ذکر شد یا نه که لازمه در مورد اصل قاعدگی اطلاعات کافی به دختر داده بشه و بداند که همچه سیر طبیعی وجود داره که ماهیانه خونریزی داره و روند طبیعی است. یکی از متخصصین زنان قید میکنه که دختر خانمی با احساس فشار شدید من مراجعه کرد. بعد جریان که از او خواستم گفت که من وقتی که اولین بار قاعده شدم به مادرم مراجعه کردم و به او گفتم که یه همچه جریانی هست و او سیلی محکمی به من نواخت و بعد از مادر که پرسیدن عقیدهش این بوده که اگر در موقع قاعدگی سیلی محکمی به صورت دختر زده بشه دختر همیشه گلگون و شاداب خواهد بود. خب این برداشت‌های غیر عادی و شاید بیمارگون یقینا باید اصلاح بشه و روند طبیعی قاعدگی به خانواده ها گفته بشه. مسئله ای که باز در این زمینه هست مسئله قطع قاعدگی است. البته در ضمن حاملگی خب به طور طبیعی قطع قاعدگی رو ما داریم، ولی گاهی قطع قاعدگی ممکن است که اصلاح ناشی از عوامل روانپزشکی باشه که در ضمن یک بیماری مثل افسردگی ممکن است که ما قطع قاعدگی رو بدون اینکه حاملگی در کار باشه داشته باشیم. نکته دیگری که باز در این زمینه مطرح قاعدگی های دردناکه که با علائم روانتنی همراهه و اون رو هم
ممکنه زمینه روانپزشکی داشته باشه یا اینکه یک اختلالی در سیستم اندوکرینی دختر به وجود بیاد. بعد بالاخره بله مفهوم حاملگی رو که نمیدونم الان بحثش کنیم یا اینکه اون رو در یک موقعیت دیگری بگذاریم. خلاصه اگر بکنیم به صورت قاعدگی یک روند طبیعی است. اطلاعات کافی باید هم خانواده و هم دختر داشته باشن که این اطلاعات رو قبل از سن قاعدگی باید به دختران داد تا آماده باشن و به بحث اینکه قاعدگی اتفاق افتاد هیچ گونه ترس و نگرانی نداشته باشن که این آموزش های قبلی حتما نهایت لزوم رو داره و باید به خوبی توسط معلمین و افرادی که اطلاعات علمی و پزشکی دارن به دختر داده بشه. خیلی متشکرم. خیلی ممنون، متشکرم.